بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. در درس قبلی ما در بخش فعل ماضی رفته بودیم و شما افعال الماضیه رو یاد گرفته بودید. من برای شما جدول رو هم پیش کرده بودم و گفته بودم که تا این هفته از یاد کنید. الحمدلله من حالا همه شما رو شنیدم و همه شما یعنی اکثر شما رو شنیدم و کسانی که پیش کردن بهترین پیش کردن، الله مزید فزید. پس در درس امروزه ما در بخش فعل های مضارع داخل می شویم، یعنی فعل های حاضره و آینده. بسم الله. در درس قبلی من گفته بودم که فعل 4 اقسام دارد: فعل ماضی، مضارع، امر و نهی. و گفته بودم یعنی فهمونده بودم تفصیلات این بحث را که بعضی کتاب‌های نحوی، بعضی کتاب‌های صرفی فعل رو به 2 قسم تقسیم میکنن، البته وابسته به زمانه فعل، و بعضی دیگر کتاب‌ها امر و نهی رو هم در همینجا شامل میکنن که این باقی ندارد، اونقدر اختلافی بزرگی نیست. پس فعل مضارع کدام هست؟ یک بار دیگر برای شما میگویم. عملی را که در حالی حاضر یا آینده انجام می شود نشان می دهد. زمانه‌اش رو می توان با علامت های علاوگی معین کرد، مثل کلمه های حاضر یا بعد. یعنی که چون که برای دو زمانه، برای زمانه حاضره و آینده یک فعل استفاده می شود، بعضی وقت به زبان عربی و به هر زبانی که ترجمه می شود باید بعضی کلمه ها رو ما اضافه کنیم، علاوه کنیم تا اینکه به ما نشانه بدهد و یعنی به ما اشاره کند که این فعل در حالی حاضر انجام داده ایستاده است یا اینکه در حالی آینده. پس در اینجا هستیم، این رو گذاشتیم البته و در اینجا هستیم. مثلا شما قال رو من برای شما پیش کردم، اما شما مثلا فعل رو از یاد کردید. چطوری که من برای شما گفتم عموما در مدرسه ها ما با فعلی انجام دادن فعل تمرین میکنیم. اول چی میکنیم؟ فعل رو همچون یک نمونه از یاد میکنیم و بعدا دیگر فعل ها رو بر بالای همین نمونه قیاس میکنیم. فعل، یفعل، افعل، لا تفعل. اما در اینجا من مثالی قال رو برای شما پیش کردم. قال یقول قل لا تقل. پس ماضی قال می شود، مضارع یقول می شود، امر قل و نهی لا تقل. پس نزدیکتر نظر میکنیم فعل مضارع چی رو گفته می شود. نقطه اول این است که فعل مضارع، الفعل المضارع، خوب مضارع با عین به انتها می رسد، فعل حاضر یا آینده رو افاده می کند. این نوع فعل عملی رو نشان می دهد که حالا در حالی اجرا شدن است یا در آینده انجام می‌یابد. خب فعل های مضارع عادتاً با یکی از 4 حرف های الف، نون، یا، تا آغاز می شود و اینها رو ما چی میگوییم؟ اینها رو ما میتوانیم بگوییم علامت المضارع. عموما وقتی که میگوییم علامت المضارعش چی است، میگویی جواب میدهی که در اولی همون فعل کدام حرف هست. این 4 حرف ها علامت های هست، نشانه های مضارع هست، نشانه های فعل های مضارع می باشد. اگر در اولی افعال همین حرف های اضافگی موجود باشد، اینها با ما این رو اشاره می کنند که این فعل مضارع هست، نه فعل ماضی. خب اینها در اولی فعل می آیند و شخصیت و شماره فعل رو معین می کنند. بعضی مثال ها یکتبو، فعل ماضی این چی بود؟ کتب یکتبو. و انشالله در سال آینده وقتی که علم صیغه رو شما بیاموزید من برای شما یعنی البته اقسامی بابهای افعال رو هم میاموزونم: ثلاثی، مجرد و مزید فی، رباعی، مجرد و مزید فی. و چه خیل مثلا ثلاثی مجرد 6 ابواب دارد. ضرب یضرب، سمع یسمع، فتح یفتح، مثلا این خیل 6 ابواب دارد و این بر وزن نصر ینصرو هست. وزن ها اوزان و الافعال رو من برای شما انشالله میاموزونم. اما به هر حال برای که درجه ابتدایی هست باید قدم به قدم روید، برای همین من این گپا رو برای شما پیش نمی کنم. یکتبو، او می نویسد، یعنی که او یک مرد، شخصی یک مردانه. اکتبو، من می نویسم، شخصی یک، من می توانم که یک شخص یعنی می توانم که یا زن باشم یا مرد. اکتبو. و تکتبینه، تو می نویسی، یعنی تو یک زن می نویسی یا در حال حاضر یا در آینده. وقتی که حتی من الان متوجه شدم که وقتی که به زبان تاجیکی هم میگوییم که او می نویسد، حتی در زبان تاجیکی هم یعنی بر زمان حال و برای زمانی حاضره و آینده هم همین خیل گفته می شود. و برای معین کردن زمانه ما یک لفظی را اضافه میکنیم. مثلا اگر کسی حالا می نویسد ما میگوییم که او می نویسد، یعنی که حاضر می نویسد. و اگر بخوایم بگیم که او در آینده می نویسد، پگاه می نویسد، ما میگیم که او فردا می نویسد،
یعنی عین کلمه رو هم به تاجیکی هم استفاده میکنیم. پس شما یعنی درک این نقطه رو خیلی خوب شاید بفهمید، درک این نقطه رو خیلی خوب شاید بکنید، برای آن که حتی در زبان تاجیکی هم معین کردن زمانه حاضره و آینده رو باید با یک لفظی اضافگی کنید. خب ادامه میدیم. نظر میکنیم به فعل های مضارع. خب جدول رو البته من برای شما تیار کردم، سر می شود از شخص غایب. من همه این نقطه ها رو البته که فهموندم در درس ضمائر و اینچنین در درس فعل الماضی، پس زیاد در این بخش در آمدن لازم نیست. اما میدانیم که شخصی غایب هست و اینچنین میتواند شخصی حاضر یا مخاطب باشد، شنونده، و اینچنین شخصی متکلم. و اینچنین هر شخص میتواند از جهت جنس یا مردانه باشد یا زنانه و از جهت عدد 1 2 یا جمع. پس چی طور هست؟ یفعلو، یفعلانی، یفعلون. یفعلو او میکند، یفعلانی آنها دو مردان میکنند، یفعلون آنها سه یا بیش مردان میکنند. همین خیل اگر من یگان فعل دیگر رو قیاس کنم، من مثلا برای نوشتن بخواهم که فعل نوشتن رو استفاده کنم، من همین نمونه رو استفاده میکنم. یکتبو، یکتبانی. برای چی من یکتبو نمیگویم؟ این یک نقطه علاوگی هست که من ان شاء الله برای شما در آینده، سال آینده باید فهمونم، برای اون که باب های اینها مختلف هستند. از جهت وزن اینها ما 6 وزن داریم برای ثلاثی مجرد و اینها فعل های صحیحی ثلاثی مجرد حساب می شوند. و ثلاثی مجرد یعنی یک اشاره میکنم برای شما که فهمید ثلاثی مجرد برای چی 6 اقسام دارد. برای اون که میتواند که عین کلمه، یعنی همین حرفی که در مابین هست، اگر این علامت مضارع رو یک طرف کنیم، همین حرفی که در مابین هست این رو ما عین کلمه میگوییم. خب حرفی عینی که در مابین هست عین کلمه نامیده می شود. پس این میتواند که یا فتحه یا کسره یا ضمه داشته باشد. و سببی همین بعضی فعل ها فتحه دارن، عین کلمه شون فتحه دارن، بعضی فعل ها عین کلمه شون کسره و بعضی ها ضمه دارن. و سببی همین هست که 6 تا وزن های فعل به وجود می آید. نصر ینصرو، صرو با ضمه، مثلا ضرب یضرب با کسره، فتح یفتح با فتحه. و همین خیل هم مثلا هست کرم یکرم، حسب یحسب. و در این کمک اختلاف هست. سمع یسمع. همین خیل 6 نمونه هست، 6 وریانت هست. پس از همین سبب هست که من کتب یکتبو میگویم، گرچه که نمونه ما در اینجا یفعلو هست. خب یکتبو، یکتبانی، یکتبون، تکتبو، تکتبانی، یکتبن. و اکنون به شخص حاضر نظر میکنیم. تفعلو. اهمیت بدهید که چطور برای شخص مذکر همین علامتی یا استفاده می شود زیادی وقت، و برای شخص مؤنث علامتی تا استفاده می شود بغیر از در آخرش. و زیادی وقت در اکثریت صیغه های مخاطب یا شنونده حاضر حرف تا در اول اضافه می شود. تفعلو، گویا که میگوییم تو. تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلن. پس همین نقطه ها، همین اشاره های میده رو که میبینید، همین ها رو کوشش کنید که در فکرتون یعنی حفظ کنید. وقتی که ما میگوییم تفعلو، تو یک مردی شنونده یعنی میکنی. تفعلانی، شما میکنید. تفعلون، شما جمع مردان میکنید. تفعلین، تو یک زن میکنی، یعنی در زمانه حاضره یا آینده. تفعلانی، شما دو زنان. البته بین تفعلانی و تفعلانی زنانه و مردانه فرقی نیست. این البته من برای شما اشاره کرده بودم، هم در بخش ضمائر و هم در بخش فعل ماضی. تفعلنا، شما جمع زنان. ادامه میدهیم. افعل و نفعل. البته این الیفی که در اول هست، همزه که در اول هست و نونی که در اول هست، این علامت های مضارع خیلی خاص هستند. یعنی خیلی با ما چی اشاره میکنن؟ یعنی در دیگر جایهای، در دیگر صیغه ها یگان فعلی نیست که با همزه و با نون آغاز کند. فقط همین برای یک مرد یا زن متکلم گوینده همزه استفاده می شود در اول، همچون علامت مضارع. و نفعل، نون در اول وقتی که اضافه می شود برای دو البته یا بیش مرد یا زنی گوینده. خب پس این بود فعل مضارع ما. اونقدر در اینجا یعنی چی نیست، اونقدر تفصیلاتی وجود ندارد. همین خیلی بعضی افعال جدید رو من برای شما پیش کردم تا اینکه شما حفظ کنید و آشنا شوید. چون که اینها رو اگر شما حفظ کنید و البته بین خود امتحانات رو هم کنید خوب میشه، چون که برای درس لغت و ترکیب قصص النبیین شما خیلی کمک میکند. فهم یفهمو، یفهمو او میفهمد.
یا اینکه فهمیدن رو. اگر خواهید همین خیلی معناش رو فهمید، فهمیدن. یشربو او می نوشد، یذهبو او می رود، یکتبو او می نویسد، یأکلو او می خورد، یسمعو او می شنود، یجلسو او می نشیند، یعلمو او می داند، یحملو او می بردارد، یضربو یعنی او می زند. اینجا یعنی پرانه نویستم نخست. خوب، پس همین خیل برای اون که فعل مضارع چی شود در زبانتون روان شود، کوشش کنید که همین فعل ها رو هم قیاس کرده به همان نمونه بگویید. مثلا یکتبو یکتبانی یکتبون، تکتبو تکتبانی یکتبن، تکتبو تکتبانی تا آخر. یسمعو یسمعانی یسمعون، تسمعو تسمعانی یسمعن، تسمعو تسمعانی. همین خیل هم یجلسو. همین فقط چی کنید؟ عین کلمه رو که میبینید همین عین کلمه رو تغییر ندهید. همین عین کلمه اگر بالایش ضمه باشد ضمه نگه دارید. چطوری که من یک توبو میگویم یک توبانی باید بماند، تو باید با ضمه بماند. همین خیلی یذهبو یذهبانی یذهبون. یعنی عین کلمهش که ما میگویم، برای چی عین کلمه میگویم؟ چون که اینها را وقتی که ما با وزن فعله مقایسه میکنیم. خوب، این خیلی من اگر نویسم اینجا فعله را اگر بگیریم همچون مثال، از سبب فعله یعنی این حرف ها رو نام گذاشته می شود، نامیده می شود. مثلا اگر ما یشربو رو به همین چی کنیم، در زیر همین نویسیم، یعنی یا چی هست؟ علامت مضارع هست. البته پس ما ضرور نیست که این رو در زیر فعله نویسیم. اصلا حرف های اصلی همین فعل یشربو چیست؟ شین، یش، را و با. خوب، اونقدر خوب نوشته نمیتوانم در اینجا، اما این هست یشربو. پس شین زیری ف می آید. خب این گویا که یفعلو هست. خب در وزنی یفعلو هست. شین در تحت ف هست، پس شین رو ف کلمه گفته می شود. عین را در زیر عین هست، پس این را را عین کلمه گفته می شود. و با در زیر لام هست که این را لام کلمه گفته می شود. انشالله در مورد این من زیادتر برای شما می فهمونم، اما هدفی من در همین جا همین قدر هست که همون حرفی که در زیر عین هست می تواند حرکتش تغییر کند. پس همون حرکت رو باید شما گذاشته مقایسه کنید یا به نمونه یفعلو انشالله مونده پورا جدول رو یعنی بگویید. همین خیل یجلیسو مثلا کسره داشته باشد، به همین لام کسر رو گذاشته، کسره رو مونده، یجلیسو یجلیسانی گفتن میگیرید تا آخر. یعلمو اگر فتحه داشته باشد، یعلمو یعلمانی، یعنی همون حرکت عین کلمه فعل رو شما ایواز نمی کنید، حذف نمی کنید، به مانند فتحه عین فتحه نمی گذارید. چه خیلی که همون حرکت عین کلمه هست همون خیل باقی میماند. خب اکنون چی میکنیم؟ انشاءالله به مشق میگذاریم. ما در این مشق البته نه فقط ترجمه میکنیم و به فعل های مضارع اشاره میکنیم، بلکه به دیگر مرکب ها هم اگر وجود داشته باشند، مرکب توصیفی باشد، مرکب اضافی باشد، با آنها هم اشاره میکنیم انشاءالله. این از همه بخش مهمی درس ما هست. خب پس شما کوشش کنید برای که آسان شود برای من نامهای خود را در چت نویسید. من هر نامی هر یک شما رو گرفته شما جواب میدهید. طالب علم درس نو رو فهمید، یعنی که میفهمد باید باشد، نه اینکه فهمید. خب طالب علم یعنی که دانشجو درس نو رو میفهمد. خب اکنون اشاره میکنیم در اینجا فعل مضارع این هست، یفهمو این هست فعل مضارع. در اینجا یگام مثلا مرکب هست که شما اشاره کنید. البته از معنا میفهمیم که جدید نو این صفت هست و اینش موصوف هست. موصوف و صفت این از مرکبی توصیفی. برای چی؟ برای که ما میبینیم که در اینجا حتی از جهت معنا درسی نو این چی هست؟ درسی نو این موصوف و صفت هست، یعنی جدید نو درباره یک چیز صفتش رو بیان میکند. خوب، و از جهت موصوف صفت این نمیتواند که مضاف مضاف الیه باشد، برای که مضاف هیچ وقت الف لام نمیگیرد. اما ما در اینجا میبینیم که الف لام هست و میبینیم که موصوف و صفت در 4 شرایط یک جایه هستند، یک خیل هستند. هر دوشون معرفه هستند، یعنی الف لام دارند، در آخر هر دوشون فتحه دارند، مذکر هستند و واحد هستند. خوب، پس امیدوارم که همه شما دیدید که چه جمله باید ترکیب کرده شود. یعنی یفهم مضارع هست، فعل مضارع هست. خوب، فعل مضارع. اگر من پورا این جمله رو ترکیبش رو با انتها رسانم این خیل می شود. این رو فعل مضارع گفته می شود. این چی می شود؟ فاعل. خوب، این از فاعل اینها یک جایه شده مفعول می شوند. مفعول به،
مفعول به. و بعدا چی می شود؟ مفعول به، فاعل و فعل مضارع یک جای، همش یک جای شده. بعد اینها رو میچسبونیم، اینها جمله میشوند، جمله فعلیه. ان شاء الله ادامه میدیم. در اینجا جمله هست یشرب الولد الماء البارده. این کلمه چی معنی دارد؟ نوشیدن. خب نوشیدن معنایش نوشیدن هست، اما ولد پسر رو گفته میشد، ما آب بارد خنک. پس شما انشالله چی کنید؟ ترجمه کنید. من فقط معنای همه کلمه ها رو دادم، شما ترجمه کنید به یک جمله. این پسر آب خنک نوشیده. کجاست این پسر؟ اینش کجاست؟ پسر آب خنک نوشیده. نوشید در گذشته؟ می نوشد. می نوشد. بهترین. پسر آب خنک رو می نوشد. در اینجا فعل مضارع کدامش هست؟ یک بار اشاره کنیم. یشربو. خب یشربو، برای که یشربو معنایش چی است؟ نوشیدن. نوشیدن. فعل مضارع. مضارع. یعنی که در حالتی حاضر یا آینده. اکنون خوب شما جواب دادید، بهترین. اکنون یک سوال برای شما، برای من بگویید که در این جمله یگان مرکب هست. در اینجا مرکبی توصیفی است، الماء بارده. در اینجا بارده نعت یا اینکه صفت است، ما الماء باشد موصوف یا اینکه منعوت به نام دیگر است. بهترین جواب دادید، درست جواب دادید. و این هم یک جمله فعلیه هست. البته در اینجا هم چیز، مثلا ولدو کی گفته میتواند؟ الله که من اشاره کردم چی میشود؟ الولد این فاعل میشود، اجرا کننده همان فعل. بهترین که هر جمله فعلیه از باید اقلا دو جز داشته باشد، یک تا فعل و فاعل. فعل یعنی همون فعل، همون کاری که انجام داده می شود، و فاعل انجام دهنده. و بعضی وقت مفعول هم، مفعول به هم می داشته باشد، کسی که یا چیزی که با او فعل انجام داده می شود. پس در اینجا ما البارد، در اینجا فعل ما چیست؟ نوشیدن. کی می نوشد؟ پسر می نوشد. و چی رو می نوشد؟ یعنی با چی چیز یا با چی کس فعل انجام داده می شود؟ با آب نوشیده می شود. پس از این سبب ما الماء البارده رو چی می گوییم؟ مفعول به. مفعول می گوییم برای کوتاه، مفعول یا مفعول به. یعنی که خودی مفعول به معنایش همین است که چیزی که با او فعل انجام داده می شود. خوب ادامه می دهیم. یک بار دقت کنید، میگوید که رفت یعنی در گذشته رفت. بهترین. بله. خب اشاره کنید در اینجا فعل کدامش هست؟ خب فعل مضارع رو گرفتیم. بهترین. اکنون اقلا فاعل رو شناخته میتوانید؟ بهترین. فاعل در اینجا الرجل می شود. بهترین. همین قدرش بس هست. اما این رو شناخته میتوانید که این کدام حرف هست و این رو ما چی مینامیم؟ بهترین. این حرف الجر و از جهت ترکیب ما این کلمه بعدی رو میگوییم مجرور. خوب جر و مجرور زیادی وقت متعلق میشوند، متعلق، اما این متعلق کمی مشکل تر هست، من در آینده میفهمونم. ادامه میدیم. دیگر کیست؟ یکتب معلم رسالتا طویلة. در اینجا کلمه یکتب فعل مضارع واحد مذکر می شود. بهترین. خوب و در رسالتا جدیده صفت و موصوف یعنی نعت و منعوت می شود. رساله جدید یعنی. بهترین. معلم می نویسد رساله نو، رساله دراز طویل، رساله دراز رو می نویسد. خب یک بار دیگر ترجمه کنید. بخشیش. معلم رساله دراز رو می نویسد، یا اینکه معلم همین خدا معلم رساله دراز می نویسد. بله می توانید که رساله دراز گوید، نامه دراز گوید می شود. معلم رساله دراز می نویسد، یک رساله دراز می نویسد گویم، این خیلی هم دقیق تر می شود. دیگر یکم جای دیگر رو پر کرده می توانید از جهت فاعل و تا آخر برده می توانید. بله بله معلم فاعل یعنی کسی که فعل را انجام می دهد و رسالت جدیده باشد مفعول می شود. بهترین. بهترین ماشاءالله. و آخران همش می شود؟ البته همش یک جای شده فاعل مفعول و فعل جمله حساب می شود. بهترین. ادامه می دهیم. دیگر کی؟ یأکل الطفل طعام امه. امه این کسره هست. خوب امه بخشش. طفل میخورد طعام مادرش را. خوب بهترین. بله طفل یا میتوانیم که حتی کودک بگوییم، کودک هم می شود. یأکل فعل مضارع واحد مذکر یعنی صیغه واحد مذکر.
بهترین داره یعنی آینده. طفلو در اینجا یعنی چی است؟ فاعل است، فاعل فعل اجرا کننده و معرفت. و طعام طعامه بله طعام امه در اینجا دقت کنه که در اینجا اصلا ترجمه چنین هست که غذایی مادرش را، و ای به ما یک چیزی اشاره میکند. غذا از آن مادرش هست، یک چیز به ما اشاره میکند این ترجمه. خب طعام غذا به مادر چی نسبت داده می شود، پس این را ما چی میگوییم؟ چیزی که نسبت داده می شود این را ما چی میگوییم؟ مضاف. مضاف و مضاف الیه. خب مضاف و مادرش مضاف الیه. اما حتی امهی هم در داخل همین هم یک مضاف الیه هست. بله. فهمیدین؟ یعنی این ضمیر مضاف الیه می شود. بله. امی مضاف، هی مضاف الیه. بله این مضاف الیه می شود، مضاف الیه. چون که من شاید به شما نگفته باشم، شما میدانید اما دیگران رو میگویم که میتواند که در یک مضاف الیه در یک مضاف الیه هم میتواند که مضاف الیه باشد. پس پیش از آن که این مضاف الیه شود برای این مضاف، این الکی مضاف و مضاف الیه هست. من حالا روشن‌تر میفهمانم، اما در درونی همین الکی یک تو مرکب هست. مضاف الیه یک جای شده مضاف الیه میشوند برای این مضافی قبلی. خب برای چی؟ برای که ما اول میگوییم مادری او، مادرش. پس مادر اول با او نسبت داده میشود و بعداً طعام به مادر او نسبت داده می شود. پس در اینجا چی شد؟ در اینجا دو تا مضاف و مضاف الیه شد. اینش یکم هست، مضاف و مضاف الیه، و البته اینها دویمش می شود، مضاف و مضاف الیه. و همه مضاف و مضاف الیه یک جای شده چی می شود؟ همه مضاف الیه یک جای شده خبر می شود. نه خبر نمیشه، چون که برای خبر مبتدا خبر لازم است. در اینجا ما برای چی نیاز داریم؟ برای مفعول. برای که چی خورده می شود؟ غذای مادرش را، غذای مادرش مفعول هست، خورده می شود. بله، چون که طفل غذای مادرش را می خورد. پس ما این را مفعول به میگوییم. فعل، فاعل و مفعول به. خب اگر همه این مضاف و مضاف الیه را نفهمیدید باقی ندارد. اگر همین خط طعام امه را مفعول به بگویید و همه این سه تا یک جای شده جمله می شود. بهترین ادامه می دهیم. دیگر کیست بعد از این؟ اینجا در یسمعو می شنود فعل مضارع، تلمیذ و فاعل اینجا در فاعل شد. هم انکنون تلمیذ و التلمیذ مضاف شده، کلام المعلمی مضاف الیه شد. خب اکنون حالی ترکیب کنید انشاءالله. می نویسم یسمعو گفتید فعل مضارع، درست؟ فعل مضارع مذکر غائب. بله درست. التلمیذ اینجا فعل شد، فاعل شد. بهترین فاعل، چون که انجام دهنده است. بله، یعنی شاگرد چی میکند؟ شاگرد هست که میشنود. التلمیذ مضاف شده، کلام المعلمی مضاف الیه شد. خب این تلمیذ ما گفتیم که الکی چی هست؟ فاعل. تمام. اکنون از همینجا ادامه بدید. از کلام المعلمی، کلامی معلم، سخنی معلم، از اینجا بگوید. مضاف الیه شد. بهترین. کلام مضاف شد، معلمی مضاف الیه. مضاف الیه شده، مفعول به هم میگویم استاد جان. بله درست. مفعول به، برای که چی شنیده می شود؟ کلامی معلم. پس عمل بالای همین کلامی معلم انجام داده می شود. پس این را ما مفعول به میگوییم. یک جای همش چی می شود؟ جمله. ادامه می دهیم. اکنون ما بفرمایید انشاءالله. یجلس رجل علی الکرسی الجمیل، کرسی جمیل. میشیند مرد با بالای کرسی خوشروی. خب اکنون انشاءالله حالی ترکیب کنید. یجلس فعل مضارع غایب، رجل پورا صیغه‌اش رو بگویید یک بار. فعل مضارع و غایب معلوم. واحد مذکر غایب. خوب. واحد مذکر غایب معلوم. بله. یجلس رجل فاعل. بهترین. على حروف جر، کرسی جمیل مجرور. خب درست گفتید که کرسی جمیل مجرور، اما پیش از آن که مجرور شود اول یک چیزی دیگر باید شود.
صفت موصوف میشد. بهترین نتمنى. بهترین بله بله این می شود موصوف. بهترین جواب دادید ماشاءالله. ادامه میدیم. اکنون دیگر کیست؟ يعلم الطالب معلومة الكتاب الجديد. يعلم این فعل مضارع می شود. الطالب این فعل می شود. طالب فعل می شود یعنی عمل هست، کار هست، یعنی انجام دهنده. انجام دهنده یعنی فاعل میگوییم. خوب فاعل. اول یک بار ترجمه میکردید که آسان تر میشد. میخواند. نه یعلم دانستن رو گفته میشود. دانستن. پس در حال حاضر یا آینده رو چخل میگوییم دانستن رو؟ و طالب رو گفته میشود. طالب علم میخواند. این میخواند نیست، این دانستن رو گفته میشود. خوب میداند. میداند. بله. طالب علم معلوماتی یعنی معلومات الكتابی کتاب نو رو. کتاب نو آخرش رو درست قید کردید. یک بار آخرش به آخرش میگذاریم که کتاب الجدید از جهت ترکیب چی هست؟ خب در اینجا کتاب منعوت و الجدیدی نفی می شود. بله بهترین. پس در اینجا کتاب نو، کتاب موصوف هست، چیزی که دربارش یعنی ما صفتش رو بیان میکنیم، و نو جدید صفت می شود. پس این رو مرکبی توصیفی گفته می شود. پس ما میدانیم که طالب علم میداند اینش چی باشد؟ معلومات کتاب نو رو. بله معلومات کتاب نو رو. بهترین. یعنی برای همین من همین کلمه رو چی کردم انتخاب کردم چون که آسان است. یک بار من نویسم ترجمه رو، بعد انشالله ادامه میدیم. اکنون در اینجا ما باید کوشش کنیم که از جهت ترکیب همین جمله رو به آخر برسانیم. معلومات از جهت ترکیب چی می شود؟ از جهت ترکیب معلومات الطالب معلومه مضاف الیه نمیشه استاد جان؟ بهترین. بله مضاف می شود. معلومات مضاف می شود و مضاف الیه کدام؟ مضاف الیه این وایست تی که در تحتش مستطیر. نه این رو در نظر دارید. الطالب معلومات یعنی که مضاف الیه میشه. همین یعنی طالب مضاف معلومات مضاف الیه همین خیلی به نظر دارید؟ بله استاد جان. نه دقت کنید به ترجمه که من میگویم معلوماتی کتابی نو. پس دارای معلومات چیست؟ یعنی معلومات در کجاست؟ از آن کیست؟ در کتابی نه مضاف الیه این کتاب جدید است، کتابی نو است. بله مضاف الیه در کتابی نو. بله درست. پس موصوف و صفت یک جای شده چی می شود؟ مضاف الیه. استاد جان ممکن سوالی هم همینجا سوال پیدا شد. بله سوال چیه؟ الان بعد از فاعل میگویم که مفعول به در کجاست؟ اینجا معلومات انا همین مفعول به شدگی؟ نه، چون که در اینجا فقط معلومات رو نمیداند. طالب فقط معلومات رو نمیداند، معلوماتی کتابی نو رو میداند. پس ما باید اول حل کنیم این مرکب های میده تر رو و بعدا در آخر چی می شود؟ همه این چی می شود؟ همه اینش بعد مفعول می شود. یعنی که در اینجا مضاف و مضاف الیه بعد یک جای شده مفعول می شود. فهمیدید برای چی؟ برای که در اینجا طالب فقط معلومات رو نمیداند، معلوماتی کتاب جدید رو همه این مفعول هست. برای همین همه این رو ما باید اول مرکب های خرد رو در اینجا حل کنیم و آیسته کلانتر کردن گیریم تا اینکه همه‌اش رو مفعول شمار کنیم. ما فهمم استاد جان. بله بهترین. دو تای دیگر مانده است. بفرمایید شما. یحملو عامل الحقیقة ثقیلة. خب یحملو من فقط ترجمه همه کلمه ها رو میگویم. یحملو برداشتن رو گفته می شود. خب عاملو کارگر رو گفته می شود، کارگر. حقیبه خلطه رو گفته می شود و بله سونکه. و ثقیل وزنین رو گفته می شود. اکنون جمله بندی کنید. یحملو را چی گفته استاد جان؟ برداشتن. کارگر سونکه وزنین را برداشت در آیه میبردارد. بهترین. ترکیبش رو کنید. یحملو فعل مضارع است، صیغه واحد مذکر غایب. بله. عاملو و فاعل. بخشیش یک لحظه. بله. فاعل حقیبه ثقیلته صفت و موصوف. بهترین. حقیبه نگویید، حقیبه. خوب حقیبه یعنی در اینجا باید درست کرده شد. حقیبه نه در این هست موصوف و این هست صفه و یک جای چی میشوند؟ جمله توصیفی. یک جای یعنی موصوف و صفه یک جای شده. چی لازمه برای جمله فعلیه؟ مفعول به. بله مفعول به. خب من چند بار گفتم، یک بار دیگر هم میگویم
فعل همون عمل رو گفته می شود. البته کسی که عمل رو انجام می دهد آن رو ما فاعل می گوییم و چیزی که یا کسی که به آن عمل انجام داده می شود گیرنده همون عمل آن رو ما مفعول به می گوییم. پس در اینجا گویا که مجازاً می گوییم گیرنده عمل کیست یا چیست؟ البته که خلطه وزنین. خلطه وزنین است که گرفته می شود. مثلا اگر در اینجا مثالی زدن باشد، مثلا زید زد بکر را، در اینجا کسی که عمل را انجام می دهد زید هست، کسی که عمل را می گیرد یعنی زده می شود، عملی زدن را قبول می کند به خود بکر هست. فهمیدید؟ پس این گونه شما همه وقت فکر کنید و میابید انشاءالله مفعولون بهی را. پس در اینجا فعل، خوب، فاعل و مفعول همش یک جای شده جمله فعلیه گفته می شود. خوب ادامه می دهیم. آخرون جمله یضرب الولد الکرة، پسر بچه توپ را میزند. بله. يضرب هذا فعل ماضي یا مضارع؟ فعل مضارع بخشش. بله. حاضره يعني. الولد فاعل. بله. و آخران الكرة مفعول به. بله مفعول به. بهترین. و همشون یک جای شده این جمله می سازند. جمله الفعلیه. هذا جمله الفعلیه. بله بهترین. خب ماشاءالله تمام دیگر در همین جا درس به انتها می رسد. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تا هفته آینده از شما خواهش است که جدول فعل های مضارع را تمرین کنید. یفعلوا، یفعلانی، یفعلون. در اینجا فعلا رو گذاشتم و دوم یکتبو، یکتبانی و یکتبون را گذاشتم و این چنین نصارا را هم گذاشتم. شما کوشش کنید که همین جدول را، همین جدول های تصریف رو تمرین کنید، مشق کنید و اگر یکم فعل های دیگر هم اضافه کرده خواهید اضافه کرده تمرین کنید ان شاء الله.